داخل آمده میتونین. خداوند از شما راضی باشه. زنده باشین. زندگی یوسف، چشمای خودت باز کن. قربانت شم، چشمای خودت باز کن. نمیخوای چشمایت باز کنی یوسف؟ میخوای مرا تنها کنی؟ من خود تمام زندگیت بودم. تو هم تمام زندگی بستی. لطفا نرو. من برات گفتن ندانستم. در بطنم طفل تو را پرورش میدم. این طفل از هر دوی ماست. هنوز بسیار خورده است. تا که بزرگ نشده ما را تنها نمال. قبل از پدر گفتن او جایی نرو. لطفا نرو. پشت خدا دور دادم. ما را اعلان نکن. ما را تنها نمان یوسف. بچه برتان چای آوردم خاله. زنده باشی بچه. بشی. کاکا رشید چطور است؟ فعلا خوب بیهوش از یلماز بچه. سوختگیش همی قسم ما به ما گفت خوب هستم. دیگه چیزی نگفت. دعا که خوب شو. ما بسیار خسته شدیم. باید همیشه قوی باشیم. گاهی وقت نزدیکترین دوستای ما به درد ما نمیخورن. به خاطر همی باید در حالات بیشتر قوی باشیم، بدون ترس و تردید. هوا هنوز پیش یوسف است. طرف مسئله کو بس است دیگه. از بیادرم دور باش.
این قسم نگو منور. حداقل تو خو مرا درک کن. چی را درک کنم؟ ها؟ این وضعیت ما رو ببین. از روزی که تو در زندگی بیادرم آمدی حتی یک روز خوشم ندیدیم هوا. تمام خانوادی ما را از بین بردی. بس از دیگه. من یوسف بسیار زیاد دوست دارم. از اینجا برو. اگه با زیان باشه با کسی دیگه عروسی کده نمیتونی. تو این گپم میزنی منور. گفتم از اینجا برو. از اینجا برو. مام گفتم که یوسف زیاد دوست دارم. بدون یوسف در مورد هیچ کس فکر کرده نمیتونم. تا مرگ فقط از او خواد بودم. مرگ یاد نکنم. مرگ در اینجا نگی. از اینجا برو دختر بد قدم برو. درست است. درست است. برو ما بیادرم تنها بود. درست است. ما هم در اول حادثه فکر کردیم. اتفاقی هم فکر کرده بود که فقط یک حادثه است. اما گفته های گرگت خانم ما را به شک انداخت. یعنی چی که شما را به شک انداخت؟ شما میگین که حادثه نبوده؟ شما در اظهارات خود قبلا گفته بودین که دروازه خروجی بسته بود. حتی به خاطر امی گپ شما نتانستین که بیرون برین. بله بله، ما از طریق شکستاندن یکی از شیشه های کلکی نتانستیم بیرون برای بعد از او کس از بیرون دروازه را باز کرد. دروازه به خاطر آتش سوزی بسته نشده بود. کسی قصداً دروازه را بسته کرده بود. شاید یکی از اعضای خانواده تان باشه. یعنی آمر صاحب، این قسم یک کار امکان نداره. شما میخواین بگین که اون نفر از اعضای خانواده ما است؟ با ما دشمنی داره و از این موقع استفاده کرده، دروازه را بسته کرده و سالون با آتش زده. منظورتان همی است؟ امکان نداره. امکان نداره این کار کسی قصداً انجام داده باشه. پس یک جنایت بزرگ است. میخواسته کل ما را از بین ببره. یعنی ما به می دلیل این قضیه را یک جنایت میپنداریم و به خاطر امی گپ باید دوباره اظهارات خانواده تان را بگیریم. یلماس خان، البته هر کسی که باشه باید عاجل دستگیر شود. آمر صاحب، هر کاری که مربوط ما میشه انجام میدیم. ما حتما همراهتون همکاری میکنیم. کافی است که او قاتل ظالم و بیرحم هر چی زودتر دستگیر شده و به سزای مال خود برسه. با تشویشتان بودم. حال چطور هسته؟ یک انسان که بار بار از پشت سر خنجر خورده باشه چه قسم می باشه داماد؟ مام همو قسم هستم. از تشویش زیادی گپا را میزنه داماد. بیچاره کم غم خونه دیده، تمامش فراموش خواد کرد. این چه قسم یک نفرت است ها؟ این چه قسم انتقام است؟ این فریبکاریا و بازیایتان بس نبود که خواستین آتش سوزی را برپا کنین. چرا این کار کردین؟ چی؟ شما چی گفته میرین ها؟ کسی قصدن این کار انجام داده؟
همون نفر است محمد خان. زنده باشی. خوب شد که حادثه از سرتون به خیر تیر شد. بگی. ما تو را نشناختیم بیادر. بگی بیادر. ما محمد خان جوغلو هستم، یعنی یکی از اعضای خانواده خان جوغلو. چیز قابل ترس نیست. با همکاری تو شخص را پیدا میکنیم که کار ده حق خانواده ما کرده. البته تو هم به پاداش نخواد ماندی. ما چیزایی را که میفهمیدم با پلیس گفتم بیادر. برم گفتن تو دیدی که آتش سوزی خانم برپا کرده. بله بیادر، با چشمای خود دیدم که یک خانم ماشاءالله بد از داشت. دیگه چی دیدی؟ زود برم بگو. ما به خاطر سرویس غذا خدا باید وقتتر میرساندم. وقتی از موتر ماندم سرم ناوقت شد. به یک طریق خدا با مفر رساندم. دیدم کلگی آمده بودم. خواستم که داخل برم که یک خانم از کلکین طرف مفر صداش تو بسیار بر خطا شدم. وقتی که خواستم پیشش برم با مشعلی که به دست خود داشت پرده را با آتش کشید. ما چیزی گفتن نتونستم. بعد از اینکه سالون آتش زد به طرف جنگل فرار کرد. بس چرا از پشت او خانم نرفتی؟ میخواستم از پشتش برم اما از داخل همگی فریاد میزدن. من نخواستم که تعقیبش کنم. با کمک مردم رفتم. خواستم مردم من نجات بدم بیادر. فهمیدم. حالا اگه تو خانم ببینی میشناسی؟ نمیفهمم. درست چهرهش ندیدم. اما یک خانم سیاه‌پوش بود با موهای دراز.
یوسف یوسف نشناختی؟ محمد تو چرا مرا درک نمیکنی؟ چرا نمیفهمی؟ ده اصل تو مرا درک نمیکنی. کاملا بی تفاوت هستی باده. ما و تو چی تصمیم گرفته بودیم ها؟ چرا نمیفهمی؟ من در قصه هیچ چیزی نیستم. من بدون یوسف زندگی کردن نمیتونم. مرا دیوانه نساز. الهیم کو؟ فکر میکنی یک بازی است؟ چند ساعت پیش ما و تو درباره زندگی جدید خود گپ نمیزدیم؟ او قبل از آتش سوزی بود. خب حالا چی تغییر کرده؟ او وقت هوا وجود داشت، اما حالا شاید فردا هوا وجود نداشته باشه. تو چی گفته میری؟ هیچ زحمت نکش. میفهمم که هوا در حالت جان دادن است محمد. گفتی هوا؟ بله. دکترها هیچ کاری برش نمیتونن و بعد هوا واقعا از این دنیا میره. از زندگی ما و یوسف خارج میشه. ما و یوسف هم تا ابد خوشبخت خواهد شدیم. در ضمن ای بار یوسف از هوا نفرت خواهد داشت، به خاطر که هوا به عنوان خانم کس دیگه و با تخلص کس دیگه به خاک سپرده میشه. بسیار جالب است. با تو کی گفت که هوا در حالت کوماست؟ با شفاخانه زنگ زدم. راست میگی؟ بله. تو هم به گپشون باور کردی. کاش که قبل از زنگ زدن به شفاخانه یک بار اومد زنگ میزدی باده. به خاطر که همیشه حقیقت از دهنم همش نمیگه. تو نیست؟ هوا زنده است. وقتی که من پیش تو میامدم در شفاخانه بالای سر یوسف ساده بود. تو بریم دروغ میگی. تو با من گفتی که هوا در شفاخانه است. بله، در شفاخانه است. نمیتونه به خاطر که یوسف در کوماس اونجا باشه. چطور؟ یوسف چی شده؟ گپ بزن احمق! وقتی یوسف خواست از خود قهرمانی نشان بده، باز شدیداً زخمی شد. متاسفانه تا هنوز در وضعیتشان تغییری نامده. خونشان هم معاینه کردیم تا این مشکل حل بسازیم. اگر موفق شویم فکر نمی کنم فلج شوند، اما برای تداوی مغزشان آماده نیست. پس شو میخوایم پیش یوسف برم. پس شو نه که تو حقلت از استادی باده. کلگه تلاش پیدا کردن خانم هستن که آتش سوزی را برای انداختن. پلیس از کلگه اظهارات گرفته میره. بجای که خدا پنهان کنی پیش یوسف روان هستی. او خود کاملا چهره مرا ندیده. چی خود گفت ها؟ اگر تو را دیده بگویه که یمو خانم است، باز وقت چی خود کردی؟ حالا دیگه باید یوسف به هوا بسپاری. هر چی که میشه بان که شوه. تو تشویش نکن. از تو که بسیار خوب متوجه شورت است. خب حالا من باید چی کنم؟ تا خوب شدن اوضاع باید یک جای خود پنهان کنی. تا او وقت ما تو را از اوضاع با خبر میسازم. نمیشه. اگه پنهان شوم بیشتر سرم شک میکنن. در ضمن من باید شفاخانه پیش یوسف باشم محمد. یعنی میخوایی با دستای خود به زندان بندازی ها؟ حالا برو. فهمیدم که از پلیس نمیترسی. نه که از ما نمیترسی. ما و تو به یک توافق رسیده بودیم. نه که فراموش کردی. اما تو توافق نامه را از بین بردی. خب اگه ما
تمام گپایی را که میفهمم با پلیس بگویم باز وقت چی میکنی؟ من تو را بسیار خوب میشناسم محمد، بسیار خوب. اگه تو به فکر من نباشی اما به فکر طفلت هستی. به همین خاطر مطمئن هستم تو هیچ وقت طفل و مادرش به خطر نمیندازی. باز تو کی هستی؟ خواهرم و خانمی هستم که به خاطر پرستاری طفل آمده. یوسف خان؟ آقا تو دایی وقت اینجا چی میکنی؟ صبح بخیر. صبح بخیر. هر وقتی که همراه شما مقابل میشم یک احساس عجیبی پیدا میکنم. ستاره شکست زود باشه که رسو کن. کجاست؟ من خودم میبینم. از اونجا شکست زود باشه رسو کن. درست است آرزو کنم به تو ملکه میباشی. نه که من ملکه تو نیستم. آرزو کردی؟ کدو اما برات نمیگم. چرا؟ اگه به کسی بگویی باز قبول نمیشه. تو نمیفهمی جانم. پس در گوشه بگو که کسی نشنوه. میخوایم که مادر طفلت شو. یک طفل باشه، اما ما بیشتر از یک طفل میخوام. کم از کم 3 طفل میخوام. این قسم که از پس درست است. بزن ما میخواستم 3 دانه طفل داشته باشم. راست میگی. خاله
شما خوب هستین؟ میبخشین. بله خوب هستم. میبخشین متوجه نشدم. نه گپی نیست، گناه ما بود. سرم کمی دور خورد. به نظر ماشنا معلوم میشین خانم. قبلا هم دیگر را ندیده بودیم؟ فکر نمیکنم چون من شما رو نمیشناسم. خوب شد بخیر گذشت. خدا فضل کرد. زنده باشید. روز بخیر. بعد از این درباره خوب بودن خوب نبودن من فقط میتونم یک نفر به تشویش باشه. همسرم. آمدیم همراه خانمم زندگی کنم. تو یک آدم رازگوی و با صداقت است یا قرشی، اما بر ما هر فرصتی که داده شده از او سوء استفاده کردیم، یعنی به خاطر فایده خودم. باور کن من تو رو خوب درک میکنم، اما میخوایم برات یک گپ بگویم. من از روزی که تو را دیدیم و شناختیم در وجودم بسیار تغییرات میبینم. راست میگم وقتی در کنارت میباشم احساس آرامش میکنم. هر باره که طرفم سل میکنی در چشمایت نسبت به خود محبت میبینم. اگر نمیشرمیدم میگفتم که عاشقت شدم. خانم سلطانه، من واقعا میخواستم این گپا را از عمق قلبم باور کنم، اما خودتان به جای مبانین و بگوین. میتونستی باید تو یک آدم بالایش اعتماد کنین؟ ها؟ خانم محترم میشه بیرون برین؟ محمد ما چی کدام محمد؟ لطفاً از این بیشتر صدایتو بلند نکن. اگه او را چیز شوه، اگه بمیره ما میمورم. در مورد طفلت فکر که دیوانگی نکو باده. باده دخترم. مامور صاحب میخواه همراهت گپ بزنه. همراه ما؟ بله خانم باده. قسمی که خبر دارین در این قضیه ما یک شاهد عینی داریم. میخواستم در این بار همراه شما گپ بزنم. ما چی کردیم خاله؟ من به خاطری که سرم درد میکرد به عروسی ناوقت رفتم. بعداً با خانم حمیده کمی گپ زدم. باز وقت من از دیگه مهمانا پذیرایی میکردم، ناگهان فریادای مردم به گوشم رسید. کلکی چیق میزدن که متوجه آتش شدم. آتش دیدم و بسیار ترسیدم. حتی آرنج مام سوخت. شفا باشه خانم باده. نظر به دیگران شما زخم کوچک برداشتی نمیتونیست؟ بله همونطور است. من در نزدیک دروازه بودم.
همین که باز شد اول من بیرون شدم. شما مطمئن هستین؟ یعنی یک از دروازه بیرون شدین؟ تا جایی که با یاد دارم گفتن که دروازه هیچ باز نشده بود. همگی از پنجره بیرون شدن. تعداد کسایی که از دود مسموم شده بسیار زیاد است. جای تعجب است که شما زخم کوچک برداشتین. اشتباه است محمود. نباید این کارم میکردم. نباید دنبال انتقام میرفتم. اما نتانستم. صبر کردن نتانستم. موفق شدن نتانستم. زندگی کلگی را تباه کردم. خدا خودش جزای ما بده. حالا من چی کنم؟ یوسف با مرگ دست پنجه نرم میکنه. از خدا میخوایم که جان من بگیره و با او عمر دوباره بده. بس و جای دست زدیم که نباید دست میزدیم. ده عشق دروغ جای داشته میتونه. آدمی زاد میتونه تقدیر تغییر بده. این وظیفه ما بود ها؟ فقط چی یک سیلی برای ما زد. بعد از این لحظه اگه پشیمان باشیم چی فایده؟ اگه حسرت بخوره چی فایده؟ زنده باشین. زنده باشین. بسیار تشکر. به خاطر حامله بودن بعضی اوقات فشارم پایین میایه. بازم شفا باشه. دخترم اگه خواسته باشی بعدا ادامه بدی ها؟ تحمل کردن اینقدر اتفاقات آسان نیست عامر صاحب. نه خیر پدر جان زنده باشین. من ادامه میتم. در کجا بودیم؟ بله یادم آمد من از دروازه بیرون نشدم. یکی از مهمانا در همون وقت شیشه را شکستاند. همین که گفتم من حامله هستم برام اجازه داد که بیرون شوم. بعدن در اولین امبولانس مرا سوار کردن. محمد زنده باشه از این مراقبت کرد. فهمیدم. خب کدام موضوع عجیب توجه شما را جلب نکرد؟ یا سر کدام شخص دیگه مشکوک نشدین؟ نه خیر. نه خیر متاسفانه. درست از خانم باده. بعد از اینکه اظهاراتتان تکمیل شد شما را به خاطر امضا کردن دوباره میخواهیم. امیدوارم کمک براتون کرده باشم. عامر صاحب امیدوارم که در این مورد توجه کنین. میخوایم زودتر مجرم دستگیر شوه. تشویش نکنین کاکا جان. مجرم با زودترین فرصت دستگیر میکنن. شما مطمئن باشین این شاهد عینی با ما یک شانس بزرگ است. مجرم دیر یا زود به پنجه قانون سپرده میشه. اگر دیگه کار نداشته باشین میشه ما به دیدن شوهرم برو؟ البته خانم باده. بازم شفا باشه. بسیار تشکر. زنده باشین. دکتر اپیک لطفاً با بخش جراحی بیاین. دکتر اپیک لطفاً با بخش جراحی. دخترم من به دیدن حمیده میرم. من پیش شوهرم هستم. بیا که چند دقیقه با هم گپ بزنیم. دستم اینا که محمد تو دیوانه شدی؟ با نظرت کدام ما دیوانه هستیم؟ گپای پلیس خوشنیدی اما تو نیست؟ پشتی موضوع را اعلان نمیکنن. فردا یا پس فردا وقت با شاهد عینی مقابل شوی چی میکنی؟ وقت بگوی کسی که آتش سوزی را برای انداخته بودم این خانم است باز چی میکنی باده؟ این کار میکنم میگم کار من نبوده. تو فکر میکنی به می سادگی نجات پیدا میکنی؟ ها؟ هوا وقت بفهمه تو مقصرسی میفهمی چی میکنه؟ خاموش نمیشینه. میگه ای زن قبلا هم قصد جان مرا کده بود و هم با اسلحه. باز وقت پلیس ها با تو اعتماد نمیکنن.
میخوایی بفهمی که بعد از او چی خواد شد؟ تو را به زندان مندازن. بعد از او هوام با یوسف میرسه. بیا از او برش گفته که عروسیشان دروغی بوده. در بین اونا هیچ کدام مانعی باقی نمیمانه و ای همه از برکت تو خواد بود. خدا لعنتش کنه. حالا من چی کنم؟ در این مورد باید قبلا فکر میکردی باده. وقتی برات گفتم پنهان شو پنهان میشدی. وقتی اوضاع آرام میشد فرار کرد از زندگی خودم میساختیم. اما به نظر من هنوزم دیر نشده جانم. گوش کن. من به تو کمک میکنم. اما تو هم باید به گپای من گوش کنی، درست است؟ کمک کرده نمیتونی. هیچ کس با من کمک کرده نمیتونه. من فقط تو رو میخواستم یوسف. میخواستم با هم زندگی کنیم. هر دوی ما یک جای پیر شوه. خواستم دوستم داشته باشی. اما بیبی کی چی شد؟ با دستای خود کل چیز نابود ساختم. چی میشد مرا دوست میداشتی؟ خواستم اینقدر زیاد بود. برایم اجازه ندادی که وارد قلبت شوم. من هر طرفی که نگاه میکردم فقط تو را میدیدم. تنها تو را دوست داشتم. خواهش میکنم مرا تنها نمان. درست است بازم مرا برنجان از این روی برگردان. اما قسم تنهایم نمان یوسف. خواهش میکنم. یوسف
شده؟ اینا روشن کنین. چرا خاموش کردین؟ روشنش کنین. چی میکنین؟ یک کاری کنین. گفتم یک کاری کنین. یک کاری کنین. دکتر یک کاری کن. شما چی میکنین خانم؟ بس است دیگه. یک کاری کنین. اینو چرا در اینجا؟ خانم محترم لطفاً آرام باشین. چی میکنین؟ آرام باشین. خانم محترم آرام باشین. لطفاً بیرون برین. آرام باشین. من او را از بین بردم. به خاطر ما شد. من او را کشتم. من یوسف از بین بردم. من نمیخواستم او را بکشم. نمیخواستم این کار کنم. به خدا قسم نمیخواستم این کار کنم. نمیخواستم او را بکشم. من نمیخواستم. چو باش دیگه. اگه کسی یه پایتا بشنوه به زندان میره. ایره میفهمی؟ حالا آرام باش. درست هست. محمد یوسف دیگه نیست. یوسف از بین رفت. محمد یوسف دیگه نیست. بله یوسف نیست. کسی هم نیست که تو را نجات بده. دیگه هیچ کسی هیچ کار کرده نمیتونه. فهمیدی؟ اما تو خاصی جانه. به خاطر تو باید حتما یک کار کنم. اگر نتانا به خاطر آتش سوزی نه بلکه به خاطر قتلم زندانی خواد شدی. نه خیر. نه خیر. امکان نداره. من حامل هستم. زندان رفتن نمیتونم مورد زندان به دنیا بیارم. تو به زندان نمیری. من همراهت کمک میکنم. ایره فقط ما 2 نفر میفهمیم که تو این کار کردی. او نفر. او شاهده میگم محمد. او آدم یک دختر دیده که موهای دراز داشته. تو رو ندیده. من برایت کمک میکنم. تو از من میشی بادم. لطفاً آرام باشین. خانم لطفاً. بابا دست نزن. از اینجا بیرون شوین. اینجا استاد نشین. گفتم از اینجا بیرون شوین. یوسف! با که ودا کنم. وقت تمام جرم سر هوا بندازیم. باز با ودا کردن وقت میخواد داشت.
لطفاً بخیزین. باید از اینجا بیرون شوین لطفاً. خانم از دست ما دیگه هیچ کار ساختن نیست. خواهش میکنم مهربانی. لطفاً لطفاً لطفاً. یوسف مرا ببخش. تمامش گناه ما بود. مرا ببخش عزیزم. مرا ببخش. Thank you.